سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم شما را به برنامه از برنامه‌های دروس حج خوش آمدید میگویم. در برنامه گذشته درس هایی که از احرام و از لباس احرام و همچنین مقدمه پیرامون تلبیه اشاره شد. حالا وقتی که حاجی محترم به احرام داخل میشه، از هر میقاتی که احرام میبنده تا لحظه‌ای که وارد مسجد الحرام میشه شعارش چیه؟ همینه که میگوید لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. حالا در این شعار حاجی میگه یا الله من به خدمت استاده هستم و اعلان میکنه، بیزاری میجویه از شرک و از اعمال مشرکانه و از اینها. حالا وقتی حاجی میگه لبیک لا شریک لک لبیک، به خدمت استاده هم، به خدمت او ذاتی که میگه شریکی نیست برای تو، من به خدمت استاده هستم، تو ذاتی که واحد هستی، تو ذاتی که احد هستی، تو ذاتی که شریک نداری و شریکی برای تو نیست. یعنی حاجی میخواد چی بگه؟ که ای الله من وقتی در خدمت تو هستم من موحدم، مشرک نیستم، از اعمال مشرکانه بیزار هستم. من آمدم که قدم خود را بر جای ابراهیم علیه السلام، قدم خود را بر جای بندگان صالح تو بگذارم. آمدم تا مخلص بشم، موحد بشم. آنها برای حاجی لازم و ضروری است که شرک را بفهمه. شرک چیست؟ مشرک کیست؟ و اعمال شرکانه چگونه اعمال است؟ شرک از مشارکت و شریک داشتن و شریک قرار دادن و این هاست. شخص یا پیامبری رو بیاره در خدایی خدا شریک بسازه، یا ولی از اولیاء الله رو بیاره، و بالآخره یا اینکه الله سبحانه و تعالی اسما و صفات پروردگار عالم بیایه به غیر خدا بده. این هست شرک. یهود عزیر ابن الله میگفتن، مسیح، نصارا مسیح ابن الله میگفتن. یهود میگفتن عزیر بچه خدای، الان هم میگوین. الله سبحانه و تعالی اینها را زد کنار. نصارا آمدن گفتن مسیح پسر خداست، اینها هم مشرک شدن. مشرکین قبل از اسلام فرشتگان را آمدن گفتن بنات الله، و خیلی از مشرکین امروزی هم
در گوشه و کنار دنیا میبینیم که صفات پروردگار عالم غیب خاصه خداست، میگن فلان امام هم غیب میفهمه، فلان امامزاده هم غیب میدانه. پس کسی که به الله سبحانه و تعالی شریک بورزه، چی به اسماعش چی به صفاتش، این انسان میشه انسان مشرک. نظر به غیر الله داشته باشه، ذبح به غیر الله باشه، قسم خوردن به غیر خدا باشه، به غیر الله سبحانه و تعالی باشه، این اعمال شرکانه است. استعانت و کمک، آن چیزی که ما فوق اسباب هست، از غیر خدا طلب کردن، اینها همه شرکه. شفا خواستن از غیر الله سبحانه و تعالی، فلانی شفا میده، اگر کسی به این عقیده باشه مشرک هست. فلانی روزی میده، روزی دهنده حقیقی الله هست، شفا دهنده الله هست، زنده کننده الله هست. پس همه اینها، پس وقتی که حاجی حرکت میکنه، این تلبیه این در سر میده که وقتی حرکت کردی با این شعار لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک، وقتی میگی شریکی برای تو نیست ای الله، باید خودتو ای حاجی محترم فکر کنید که وقتی من میگم لا شریک لک، شریک برای تو نیست، نکنه که من روزی با شرک دوچار شده باشم. حالا وقتی میگیم شرک، یک شرک جلی هست، یک شرک خفی هست. یک مشرکی که مستقیم میگه نعوذ بالله عزیر ابن الله، مسیح ابن الله، یا ملائکه میگه بنات الله، یا اینکه یک مشرکی که جلی واضحه میبینیم که گو پرستش میکنه، چیز دیگری را پرستش میکنه، سنگ پرستش میکنه. یک شرک خفی هست، خیلی خطرناک. ریا شرک هست، ریا شرک. پس حاجی وقتی که احرام میبنده و این تلبیه را سر میده، وقتی میرسه با این جمله که لا شریک لک، لا شریک لک لبیک، برای تو شریکی نیست، من به خدمت استاده هستم. الله سبحانه و تعالی وقتی بیان میکنه شرک، خطرهای شرک، عواقب شرک، عواقب و یا بالاخره سرانجام مشرک، قرآن میفرمایه ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم. بزرگترین گناه، بزرگترین معصیت از خلقت آدم علیه السلام تا قیام قیامت، بزرگترین گناه شرک است. حاجی وقتی حرکت میکنه میخواد که قلباً روحاً شعار بده که تمام دنیا بفهمه و بدانه که این از شرک بیزار هست. با فریاد بلند سر میده که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. با آواز بلند ای الله من به خدمت استاده هستم. تا چه کار کنید؟ ای الله میگه من به خدمت استاده هستم که اعمال مشرکانه از زندگی خود دور بسازم، او صفتهایی که مشرکین دارن من از اونها بیزاری بجویم، دیگران را متوجه بسازم. پس اینه که این در سر حاجی محترم میگیره که در این سفر شرک میشناسه با این شعاری که سر میده، چون خودش فکر میکنه به خدمت استاده هستم، شریکی برای تو نیست، به خدمت استاده هستم، گوش به فرمان تو هستم. به اینه که الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی شرک را به ما معرفی میکنه، در آیات زیادی مشرک را معرفی میکنه، در آیات زیاد سرنوشت مشرکین را به ما بیان میکنه. الله سبحانه و تعالی با مشرکین چگونه برخورد میکنه؟ الله سبحانه و تعالی
با اهل شرک چگونه برخورد میکنه و این حاجی میخواد که خود را از این صفت خبیثه و رذیله، صفتی که نجس و نجس گفته شده، میخواد خود را پاک کنه، شعار بده، فریاد بزنه که من مشرک نیستم، من موحد هستم. آیاتی که پیرامون شرک و پیرامون مشرکین و پیرامون جایگاه مشرکین، که مشرکین چگونه عواقب دارن، چگونه سرنوشت دارن، الله سبحانه و تعالی همه ما را حفظ کنه و ما را از زمره موحدین داشته باشه. این آیات بعد از میان برنامه انشاءالله بیان میشه که پیرامون شرک و مشرکین. با ما باشید. مجددا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. دروسی که در این شعار حاجی نهفته است. حاجی محترم میگه، این بنده مخلص الله سبحانه و تعالی علنا شعار میده که یا الله به خدمت استاده هستم و برای تو شریکی نیست. پس بیزاری جستن از شرک و از مشرکین. گفتیم که شرک خیلی پدیده خطرناک هست. الله سبحانه و تعالی می فرماید إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. همان خداوند نمی بخشد مشرک را و غیر از شرک هر گناه دیگری را که بخواهد می بخشد. الله سبحانه و تعالی با صراحت کامل میگه من مشرک را نمی بخشم. این کسی که سالها میگفت من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، امروز به میدان عمل آمده شعار میده لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. از شرک بیزاری میجویه و به شعار و به صراحت کامل میگه شریکی برای تو نیست ای الله. میخواه خود را پاک بسازه که نشان بده. از کنار هر درختی، هر سنگی، هر گیاهی تیر میشه، این شعار را سر میده تا در حشر اینها همه شهادت بدن که این موحد بود، مشرک نبود. عواقب و یا پیامدهای شرک و اینها چیست؟ الله سبحانه و تعالی در آیه دیگر میفرماید کسی که با خداوند شریک بورزه، نعوذ بالله، با خدا، با صفات خدا، با الله سبحانه و تعالی، با صفات الله سبحانه و تعالی، با ملک الله سبحانه و تعالی، با اسماء الله سبحانه و تعالی کسی دیگر را بیاره شریک بسازه که اینها هم با ملک خدا اختیار دارن، اینها هم با صفات خدا سهمیه دارن، نعوذ بالله، اینها هم در این راستا در کنار خدا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله همکار هستن. الله سبحانه و تعالی میگه کسی که شریک بورزه به الله فقد حرم الله علیه الجنه. جنت برای حرام هست. جنت برای مشرکین حرام هست. مشرک جنت را نمیبینه، بهشت را نمیبینه، راحتی که در جنت گفته شده. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی میفرماید فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امیدوار به لقای پروردگار، کسی که امیدوار به لقای پروردگار چه کار کنه؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. عمل صالح انجام بده،
عبادت خالصانه و مخلصانه داشته باشه و برای خدا در عبادت خود شریک قائل نشه. اینجا لقای پروردگار از آن او میشه. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی عواقب انسانی که عمل مشرکانه انجام بده بیان میکنه ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. اگر کسی اعمال شرکانه را مشرکانه را انجام داد اعمالش همه حبط میشه، همه باطل میشه، همه از بین میره. الله همه ما را نجات بده. الله سبحانه و تعالی همه ما را حفظ کنه که متوجه باشیم که در عبادات ما شرک نیاید. تنها احساس نکنیم که گو پرست و بت پرست و مشرکین قبل از اسلام و یا امروزه مثلا یهود و نصارا و اینها مشرک هستن. اینا که مشرکینی که در شرک جلی دارن. از شرک خفی متوجه باشید. اگر حج ما خالصانه و مخلصانه نباشه، ریا باشه، شرک دخیل میشه. اگر در نماز، در روزه، در زکات، در اعمال ما اگر خالصانه و مخلصانه نبود، ریا بود، اینجا شرک وقتی ریا داخل شد شرک هست. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون. پس این درس ما از این شعار خود، از این شعاری که فریاد میزنه حاجی و میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اینه که حاجی باید شرک رو بفهمه، حاجی باید مشرک رو بدانه، حاجی باید مشرک رو بفهمه. مشرکینی که امروز در روی زمین زندگی میکنن، در عالم ظاهر شاید که اونها را ببینید خوب عطر زده و خوب خوشگل و خوب زیبا و خوب معطر و منظم و اینها، الله سبحانه و تعالی اونها را چی میگه؟ انما المشرکون نجسون. مشرکین نجس هستن. فلا یقرب المسجد الحرام. مشرک نباید به مسجد الحرام نزدیک بشه. حالا حاجی وقتی که حرکت میکنه تو خواهر و برادر، چون الله سبحانه و تعالی قیدی گذاشته که مشرک به این سرزمین داخل نشه، مشرک به این مسجد داخل نشه، این نجس هست، پلیت هست. در قلبی که شرک باشه، بت پرستی باشه، عبادت غیر الله باشه، در فکری که او فکر خدا را فراموش کرده، صاحب نعمت را فراموش کرده، رفته دنبال این و اون، این نجس شده، فکرش نجسه، قلبش نجسه. انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام. این جای حاجی این شعار سر میده که یا الله، یا الله، من مشرک نیستم، من بیزارم، من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، من موحدم، یکتا پرستم و این شعار من هست. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. پس دروسی که از این میگیریم، کسی که عزم و اراده خانه کعبه معظمه و مشرفه را میکنه، قبل از حرکت وقتی این شعار را حالا از بر کرده لفظش را، حجاج قبل از اینکه عازم سرزمین مکه مکرمه بشن اعمال حج را یاد میگیرن. خوب لفظ این را یاد گرفته، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. موجز و خلاصه معنای تحت اللفظی را هم شاید یاد گرفته باشه. مهم اینه که این حج و این سفر دروسی داره. یکی از مهمترین درس های این سفر اینه که باید هر مسلمان، خصوصا حاجی، خصوصا کسی که اراده این سرزمین رو میکنه، که این سرزمین توحید، سرزمین امام الموحدین، سرزمین ابراهیم بتشکن، سرزمین انبیا و اولیا و صالحین، اینجا باید
شرک بشناسد، حاجی محترم باید اعمال مشرکانه رو باید بفهمه، حاجی محترم باید مشرکین و سرنوشت مشرکین، چون گفته شده تعرف الشیء باضدادها، تا زمانی که شخص شرک و مشرک و اعمال مشرکانه و اینها رو نفهمه توحید رو نمیفهمه. تا زمانی که توحید رو نفهمید شرک رو نمیفهمه، تا زمانی که شرک رو نفهمید توحید رو نمیفهمه. امیدواریم که انشاءالله به برنامه بعد بتوانیم خواسته دیگر حاجی محترم یا درس دیگری که میگیره عبارت از معرفت و شناخت توحید هست که موحدین چی جایگاهی دارن. حالا از مشرکین که فهمیدیم جهنم برای همیش الله نمیبخشه، الله سبحانه و تعالی هیچ وقت مشرک نمیبخشه. انشاءالله به برنامه بعد پیرامون توحید و جایگاه توحید و جایگاه موحدین اگر عمر باقی بود بیان خواهیم نمود. موفق و سرفراز و سربلند دنیا و آخرت باشید. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق. سرت والشوق طريقي، جئت من فج عميق، إن من أركان ديني حجة البيت العتيق.